مرگی که دنبالی این دادر مرحوم کامل آمد سراغ یکی ما و شما هم می بیاید. خوابکن باران آمده ایستاده هست. صحبت طولانی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک چنده می فرماید الا لا غربت على مؤمن. سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله. آگاه باشی که برای مؤمن هر کجا که مرگ به سراغش می بیاید اونجا غربت نیست. مرگ برای کامل دادر اگر چندی در شهری سن پترزبورگ به سراغش آمد مرگ براش چی نبود؟ غربت نبود. ایما مؤمن مات فی غربه غابت عنه بواکه الا بکت علیه السماء والارض. گفت هر مؤمنی را که مرگ در غربت بالاش حاضر می شود که بالای او گریه کننده هاش نیست، مادرش نیست، پدرش نیست. خدا می گفت از زمین و آسمان بنده من مؤمن بود برای این بنده من گریه کنه که کامل حالت مرگش مادرش نبود، پدرش بالاش نبود، خواهر و دلسوزاش بالاش نبودن. حضرت عبدالله ابن عباس گفتن ای ما مات مؤمن الا بکت علیه السماء والارض و 40 سواحا. گفتن هر مؤمن با طاعت و عبادت، با نماز، با عمل صالح، هر جوانی که با آداب و اخلاق حمیده انسانی و اسلامی وقتی میمیره 40 سحر زمین و آسمان برای او گریه میکنه. امام مجاهد گفتن ای امام هل تبکی الارض و السماء، آیا زمین و آسمان گریه میکنه؟ آیا زمین گریه میکنه؟ آیا این مسجدی که میبینیم آیا این گریه میکنه؟ حضرت امام چی گفتن؟ ما للارض لا تبکی لعبد یعمرها برکوعه و سجوده. برای چی زمین گریه نکنه؟ زمین باید گریه کنه. زمین گریه میکنه برای اون بنده ای که با نماز خود، با طاعت و با عبادت و با تلاوت و با ذکر قرآن زمین آباد میکنه. جوانای عزیز امروز مغرور به خانه های چند قبطه نشوید. آبادی دنیا، آبادی خانه آخرت ما تنها نماز است، تنها آداب و اخلاق است، تنها ذکر خدا و تلاوت قرآن است. مسجدی که در اونجا یک نفر نماز میخوانه وقتی که اون نمازی از دنیا میره مسجد 40 روز برای او چی گریه میکنه. بنابراین ما و شما هم باید اون طور زندگی کنیم که حالت مرگ اگر چندی ما میریم زمین و آسمان برای ما گریه کنه. ما من مؤمن الا وله بابا، چی بنده مؤمن نباشه دو در آسمان داره. رسول خدا گفته باب ینزل منه رزق، از یک در رزقش نازل میشه و باب یسعد منه عمله.